سلام عزیزان، حالتون چطوره؟ خوبین؟ میخوام مواد میانی کرپ آماده کنم. واسه همین یه دونه پیاز متوسط قرمز، یه دونم سفید و توی ریز خورد کردم، تو تابه میریزم با یه ذره روغن زیتون تفتش میدم تا سبک بشه. یه کوچولو هم آبش اضافه میکنم که کمک بکنه به کاراملی شدن و زودتر نرم شدن پیاز. خب رفقا ببینین یکم که سبک شده دیگه، ببینین خیلی هم روغن هم احتیاج شده، گوشت کرده رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم تفت دادن. خب بچه ها، به بحث این که رنگ گوشت دیگه تغییر کرد، بهش ادویه رو اضافه میکنم. ادویه نگاه کنیم، من فلفل سیاه و زردچوبه و پودر سیر، ادویه ایتالیایی و نمک، البته پاپریکا هم باید بریزم. خب پاپریکا رو هم اضافه کردم، حالا اینا رو میریزم این تو، با هم تفتشون میدم. خب میبینم خیلی خشکه، یه ذره دیگه روغن زیتون بهش اضافه میکنم، زیاد نه، چون میخواد پیچیده بشه لایه کرپ، بهتره که چرب و چیل نباشه. چه یه ذره هم بهش آب میریزم. و یه خودم جعفری بهش اضافه میکنم. حالا من منجمد داشتم، تازه‌ش رو بگیریم خورد کنیم، خب بهتر. اینا رو با هم مخلوط میکنم. به اضافه آب نصف لیمو ترش. بچه ها ببینید این الان دیگه این مواد آماده است برای پیچیدن کرپا. خب ولی خیلی چیزا میتونیم بهش اضافه کنیم. میتونیم فلفل دلمه‌ای بهش اضافه کنیم، میتونیم مثلا یه دوتا یا یکی تخم مرغ آبپز بپزیم، سفتش کنید و توش رنده کنید، با اونم خداییش خوب میشه. میتونیم پور گوجه بریزیم، قرمزش کنیم، ولی ضرورتی نداره، همینم خودش جوابه. خب بچه ها، یه مواد میانی دیگه هم میخوام با فیله مرغ درست کردم. گذاشتم فیله مرغ یکم منجمد بشه، 3-4 تا رو چسبونده بودم به هم، منجمدش کردم، اینجوری باریک باریک دورش زدم. حالا میکشمش اینو بیرون، پیاز داغ و با فلفل دلمه‌ای و قارچ درست میکنم. حالا بهش یه خورده نمک میزنم، رنگ مرغ که برگشت. آقا سخته با این نمک اینا کار کردن، هی میگیم حالا سالم کار کنیم. فلفل سیاه، یه کمی هم ادویه ایتالیایی میریزم. آقا این ادویه خیلی جذابه، حتما تهیه کنین، عطاریا دارم. بچه من پیاز خلال داشتم، پیاز داغ خلال، اینم میریزم و بهش قارچ و فلفل دلمه‌ای رو اضافه و با هم تفت میدم. دیگه لازم بود سعی کنید تو روغن خساست کنید، چون میخواد پیچیده بشه خوشم نمیاد، یعنی خوشتون نمیاد الدای لقمه اینجور روغن بزنه بیرون، اصلا جذاب نیست. الان این خود قارچ کم کم خودش آب میده. خب اینا هم سبزیجاتمونم نرم شد. بچه من یه ادویه‌ای دارم، ادویه سیر و کره. حالا شما اگه نداشتین یه پودر سیر بریزین. تو همه این مواد میانی ها بچه میتونین از سیر تازه هم استفاده کنید، نگید که نگفتی، ولی اینجا تهران شما نیست دوست عزیز، نمیشه شما لذت ببرید بقیه ناراحت میشه. یه خوردم بهش سویا سس میزنم. آب نصف لیمو ترشم میریزم. یه زیرو رو در آخرم بهش پنیر پارمسان. خب 2 تا تخم مرغ تو ظرف میشکنیم با همزن دستی یا همزن برقی، انقدر میزنیم که یکم حجم بگیره.
حالا بهش یه لیوان شیر، یه لیوان آب و بچه به اندازه تقریبا 1/4 لیوانم روغن بهش اضافه میکنم. چی؟ شایدم کمتر، 1/6. فکر میکنم در حد مثلا بچه 3 قاشق کافی باشه. من روغن زیتون ریختم، شما هم روغن زیتون بریزین بهتره. به قول خود خارجی ها یه پینچ نمک، نه 1 قاشق مربا خوری هم نمک میریزم. خب کرپ اگه بخوای شیرین کنی نمکه رو باید حتما بریزی، ولی مثلا بیایم 1 قاشق مربا خوری پر هم مثلا به شکر اضافه میکنی یا عسل، اون وقت میشه یه کرپ شیرین که با نوتلا و اینا برای صبحونه خیلی خوب میشه. اینا رو با هم مخلوط میکنم. حالا کم کم آردو اضافه میکنم. مثل من قشنگ شتک بزنیم. خب خوب مخلوط کنیم بچه ها. ما یه مایه شل لازم داریم، نباید مایش غلیظ باشه، اصلا هیچ گلوله‌ای نباید توی مواد باشه ها. خب من برای اینکه یه دست باشه یه ذره میزنم. خب دوستان من میخوام غلظتش رو نشونتون بدم. در این حد واقعا به همین روونی باشه. کرپ مدل‌های مختلف، هرچی آردو بیشتر بریزی مواد غلیظ‌تر میشه. این شکل گیریش خیلی توی تابه راحت تره. حالا به این میتونی جعفری اضافه بکنی، کرپ با جعفری درست کنی، لاشو بپیچی و چیزایی دیگه. این در واقع همون کرپ فرانسویه. تو کرپ های دیگه بچه ها بیشتر از 2 لیوان شیر استفاده میکنن، 1 لیوان آرد. اون 1 لیوان آردی که بهتون میگم باید حسابی پر و پیمون باشه ها. همجوری مثلا لیوانو نزنین توی آرد، قشنگ قاشق قاشق بریزین فشردش بکنین که پیمونتون درست باشه و وگرنه باید به این غلظت باشه. خب میندازمش روی یه پارچه اینجوری. میرم بعدی. تا شعله همجوری اینه پخشش کنیم، صفحه رو بگیریم. هر جاش کم بود بهش اضافه کنیم. درز و دورزا رو بگیرید که بشه یک کرپ درست در. یا میتونین اینجوری مثل من قشنگ پارش کنین. اصلا مهم نیست، هیچ اتفاقی نمیفته. اگه موادتون غلظتش اینا همه چیش اندازه باشه هیچی نمیشه، نگران نباشید. دوباره وامیستم، حباب میزنه، از بغلا لبه ها ول میشه. اون موقع قشنگ متوجه میشید که باید اینو پشت رو کنید. ببینید خیلی راحت. این چه خوشگل میشه. یه بار دیگه. دیدین داشتین. حالا برش میدارم اینو. اینم ببینید کاملا عالی. این هم میندازم روی الباقی و میرم بعدی. خب بچه ها ببینین کرپای سادم رو آماده کردم. میخوام بقیهش رو با جعفری درست کنم. دوباره یه کوچولو باز برای دفعه اولش تابر یه ذره چرب میکنم. بعد به بقیه مواد ببینین جعفری، حالا من فریز داشتم، جعفری خورد شده میریزم. حالا با این درست میکنم. در واقع روغن نمیخواستا، بی خودی هم ریختم، احتیاج نداره واقعا. خودش چون توش چند تا قاشق روغن داره کفایت. کرپ قلقش اینه که اولا که تابتون، اگر تابه مثل این تابه مخصوص کرپ بگیری
خب خیلی بهتره. باید تاب لبه کوتاه باشه و اینکه تابتون واقعا نچسب باشه و اینه به درد سر میخورین، مخصوصا اگه اونایی که بخوان دفعه اول درست بکنن. و اینه باید میزان داغی کرپ و تابه رو باید بدونین. اینجا ببینین یه سوراخ ریزی داره، اینو چند قطره پر میکنم. میخوام بهتون بگم که یعنی مهم نیست، اگه نترسید اگه مثلا یه جاش سوراخ شده یا پاره شده با دوباره مواد میتونین پرش بکنین، هیچ چی نمیشه. اینجوری بلندش کنین، این خوبه. با وسط لیستک میتونی راحت برش گردونی، یا مدل من اینجوری بندازید بهش بالا. بچه ها کرپ بافت خیلی نرمی داره، زود خشک نمیشه مثل نون تورتیلا یا نون پیتا که باید خیلی مراقب باشی خوش نشه، موقع پیچیدن میشکنه اینا. این نه، این اتفاق واسش نمیفته. خیلی بافتش هم نرمه، نه هنوز نشده. میبینی این وسطاش کمی دیگه میخواد. برای اینکه بهتون بگم که واقعا روغن نمیخواد، ببینید الان یکی رو برداشتم، یکی رو میخوام بریزم. واقعا روغن لازم نیست. اگه اینجا سرعت داشته باشید که این تا مثلا نخواین خیلی کرپ و زخیمش بکنید، میدونی؟ خب عزیزان بریم بپیچیم. به این مواد گوشتیم هم یه خورده پنیر پارمسان زدم، باز بیشتر میزنم به زیرش. حالا برای اینکه قاطی نشه اینایی که توش جعفری داره رو مرغ میپیچم، اونایی که ساده است توش گوشت میپیچم. منتها از این سمتی که جعفریش بیشتر دیده میشه نه، برعکسش. اول از همه بچه ها میتونیم از پنیر پیتزا یا ورقه پنیر گودا استفاده کنیم. بتونم اینا رو در بیارم خیلی خوبه و مهم نیست. مثلا یه تیکه اینجا بذاریم. بعد از مواد مرغی میذارم توش. اینو چند جور میتونیم بپیچیم. هم میتونیم بخچه کنین بچه ها، هم میتونیم رول کنیم. حالا یکیشو من بخچه میکنم، مثلا اینجوری اینجوری. این زیرش یکم پارست میذارم زیر، اینو میذارم رو اینطوری، دیدین؟ میذارمش کنار. حالا یه دونم معمولی میپیچم. این چقدر نرمه میبینین؟ باز این قسمتش که این حالت برشتگیش اینا کمتره رو میذارم زیر، اینو میذارم دوباره. حالا اینو واسش مثلا یکی رو با پنیر گودا بذارم. میتونین یه پنیر کامل بذارین، میتونین کمتر بذارین، یه اختیاریه. مثلا میتونین پنیر هم نذارین، هم چه آیه نیومده عزیزان من. خب این حالا دونه بچه یه نکته رو بگم، اگه خواستین رول کنین مواد رو خیلی وسط نذارین، یکم به گوشه نزدیک کنین که تو رول کردن کمکمون کنه. دو تاش اینجوری رول میکنم، ولی من بیشترش میخوام حالت بخچه درست کنم. خیلی مدل‌های مختلف میتونین اینو بپیچین. حتی میتونین اگه بخواین بچه‌ها چیز کنید، بخواید مثلا از سس بشامل استفاده کنین، یه بار این آموزش رو گذاشتم. سس بشامل رو درست میکنین، کف مثلا پیرکستون یه ذره میریزید، اینا رو میتونین رول بکنید بدون اینکه بالا و پایینش رو ببندید.
رولای با مثلا دراز حالا براتون اگه بتونم میرم میگردم از تو پیجم واسهتون پین میکنم ببینین. اونو هم اون پیچیدنش خیلی راحته دیگه، بالا پایینشو بخچه بندی نمیخواد، چون نمیخوایم سرخ کنیم و روشو مثلا زرد تخم مرغ یا مثلا پنیر پارمسان میریزیم و کنجد میذاریم توی فر، اون تکون نمیخوره که، زیرش هم سس بشامل اینو خوب محکم نگه میداره. اون اصلا لازم نیست بالا پایینش بسته باشه. ولی برای اینایی که میخوایم سرخ کنیم یا بذاریم تو ایر فرایر بهش مثلا روغن اسپری کنیم، اینا باید بالا پایینش بسته باشه و اینا مواد از توش میریزه. تمام. خب عزیزم من 2-3 تاشو تو ایر فرایر میذارم، بهش روغن اسپری میکنم. بقیه‌اش هم میتونین با یکم کره و روغن یا کره تنها روغن تنها، اصلا فرق نمیکنه، تو روغن زیتون پشت روشو سرخ میکنیم. خب حالا 25 گرم کره، یعنی نصف کره 50 گرمی رو ریختم، یه خودم روغن زیتون بذارم که این قشنگ با هم دیگه داغ بشه، چون کره تنها که میسوزه ولی با هم دیگه باشن اتفاقی نمیافته. میذارم داغ بشه. خب یه خورده که داغ شد اینا رو از سمتی که ببینیم پشت بخچه، از این ور نه، اینجوری میچینم. حالا صبر میکنم که یه طرفش قشنگ سرخ بشه. خب بچه ها چون پیچیدن اینا یه خورده طول میکشه، اینا موادم به تب سرد میشه، خب زیر حرارت رو کم بکنیم که آروم آروم سرخ بشه. تقریبا 1-2 دقیقه یه طرفش سرخ شده. این پشت رو میکنم که هنوزم جا داره بچه. حالا باز نشو لطفا. عالی. خب بچه ها این که تو ایرفرایر آماده میشه به تب خیلی راحت تره و روغن کمتری استفاده میکنیم. مزهش رو حالا نمیدونم و تست میکنم، درد سر تاب بیا رو نمیدونم دیگه قابلمه بشورم به تب نداریم، چون اونم قشنگ شده. الان من جفتشو میچینم بهتون نشون میدم که چی جوریه. خب عزیزان تموم شد و حالا من برش میدارم. اینم اینجوری سرخ شد. او به 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 چه میکنه این فری. بچه ها واقعا هر دوتاشو من تست کردم خیلی خوب میشه، ولی واقعا برای چی آدم مثلا روغن بریزه سرخ بکنه اینا؟ شما یا تو ایر فرایر درست کنین، ببینین کریسپی ترم هست تا این کم بافتش باز نرمتر برشته هستا، ولی مثلا به برشتگی این نیست. شما یا تو ایر فرایر درست کنین یا اینکه آقا بچینین کف سینی فرفر رو روشن کنین بره برای خودش برشته بشه. به نظرم خیلی عالی تره. خود این اونایی که این غذا رو درست میکنن تو ترکیه و اینا همین تفتش سرخش میکنن توی کر و اینا، ولی به نظر من به ذائقه ما این که توی فر بره خیلی جذاب تره و نوش جان. ان شاءالله درست کنید و لذتشو ببرید.